مسئله بسیار مهم است. بیماری اول در سر میزنن. بین چی؟ بین نفس انسان، دل انسان، احساس انسان، یعنی عقل انسان، وجدان انسان. همینا با دیگر جنگ میکنن در معنی سر. آدم میشود بیماری نوروز. نوروز چیست؟ نوروز یعنی که نه کسلی نه صحت، حالت سرحدی. حالت قرار داری که نمیتونی بگویی که من بیمارم برم خواب کنم، نمیتونی بگویی که من صحتم زندگی درست به پیش ببرم. همین حالت گپ میزنن، حالت نوروزی. برای همین کوشش کنید که شما در سرتان جنجال نشود. اکنون تصور کنید دولت ها هم از منطقه های بردن. منطقه ها، یک منطقه با یک منطقه اگر یک دیگر را نفهمد چی می شود؟ جنگ می شود. اگر سری وقت کسایی که مسئولن، حکیمان مثلا، کسایی که مثلا زیایی هستن، اگر این سری وقت نگیرن، نقفن، همین با بیماری اشدی همون دولت میرسونن. اول از چی سر میزنن؟ اول از همین جنجال های عادی سبک عقیدوی سر میزنن. حالا که تصور کنید که ما امروز باید یک کسانی که میخواهند تفریقه اندازن در وطنمون، ما چکار کنیم باید؟ البته مبارزه بریم. همین خیلی که نمیخواه کسل شوه کو نوروز، بیماری نوروز، جنجال درون معده سر زمینه برای بیماری ها میسازد. بار دیگر تکرار میکنم. نوروز یعنی حالت آدم در معده سر از جنجال است. یعنی که گویم که نفس نارضا دارد، دل زیق دارد، گویم که دلش نارضا است از بعضی چیزا، فکرهایش گویم که زیدی وای کار کردستن، وجدانش هر روز وای سیاست میکند. این یه حالت نوروزی در معده سر است. نتیجهش چی است؟ ناراحتی، بیخوابی، عصبانی، ترس، غضب، کینه، نفرت یا استایسته حالت گرمانی را ویران میکنند. گرمان که ویران شد بدن کسل میشود. مثلا یک جوغری درونی اگر یک گرمانش زیاد شود آدم بیماری چی میشه؟ جوغری درونی، ذوب درونی میشه. همین خیلی دیگر در وطن، در دولت میشه. سری وقت راه گرفتن بعضی حادثه و واقعهایی که میتونن وطن نابود کنن، با جنگ و با کشمکشی بکشن، سری وقت گرفتن این هم چیز یک پیشگیری آفت و بلاهایی است که میتونن به سر مردم بیان. برای همین بعضی آدم‌ها حاضر چیکار کردن؟ بعضی عقیده های را پیشنهاد کردستن که تفریقه در درون مردم تاجیک اندازن، تاجیکستانی ها اندازن. انا اکنون از سه قوم پیدا شدن تاجیک ها. اینه تاریخدانا با خوبتر میدونن. بگیم که پیدا شدن از سوختی ها، سکای ها و باختری ها. یعنی که سه قوم که در تاجیکستان زندگی میکردن سبب پیدایش ملت شدن. خیلی شد که زبان ما عمومی آهسته تاجیکی شد. زبان تاجیکی پیدا شد. وقتی که عرب ها هجوم میکنن و منطقه های ایران رو میگیرن و همین وقت زیایان ایرانی که خط و سواد داشتن، یک زبان معینی گویم که پهلوی داشتن، آنها به همه جاهای ما چیکار میکنن؟ میآیند و اکنون از گریزه میشن. وقتی که میبیان به اینجا همین منطقه ها را چیکار میکنن؟ صاحبی خط و سواد و یک زبان معین میکنن. شما فهمیدید نه؟ مثلا بگیریم آهسته بگیم که منطقه‌ای که بسیار کهن زبانی انا همون فارسی کهن هست، این منطقه درواز است. مثلا در ایران بعضی منطقه هایی هستن که مانند مثلا لهجه دروازگی گپ میزنن. من تصور کنید بعضی ها میگن که پیداشوی گویم که
لهجه همین دری درواز و عصرهای که بعدینه 13 و 14 اینا اومد نه. من فکر می‌کنم خیلی بر وقت اومده بودن، چون که زبانی بسیار کهنی که مثلا رودکی شعر می‌نوشت بوی جوی مولیان آید همه، یعنی که همین پیشایند میره در درواز بعدی کلمه میگیره. مثلا نمیروم میگن که نرمه، میره در آخر میمونن. یعنی این نشان داده کهن بودنی انا همون زبان لهجوی همون منطقه است. در خود مثلا درواز گویم که دهه ها چی معنا دارن تا حاضر معلوم نیست، چون که زبان چی بود؟ زبان سکایی بود. همین آیسته بالاتر رفت تا ناحیه مثلا گویم ونج رفت. یزدگولم نشد. یزدگولم دیرتر مثلا مسلمان شد. اکنون تصور کنید مذهب اسماعیلیه که حاضر در بدخشان ما هست، کی برد این مذهب؟ ناصر خسرو. از کجا بود؟ از قبادیان. یک تاجیکی قبادیانی همین چیکار کرد؟ مذهب اسماعیلیه و بدخشان بود. در درواز ناحیه درواز مثلا دهه‌هایی هستند که مذهب اسماعیلیه دارن، ولی همزیستی ویها یک نمونه است برای جهانیان. یگان بار در مسئله مذهب جنجال چی؟ یا که مناقشه نشده بود. یعنی از خودی آشناهای من از خودی بگم که اینستیتوتی دانشکده شرقشناسی مسکو اومدن همه چیزا آموختن، لیکن از روشان اون طرف که مرکز نبود، گویم که رفت آمد و بازار که نبود، زبان همون لهجه زبانی سکایی ماند. مثلا در ایشکاشین روید زبانشون تماما چی است؟ تماما دیگر است. خودی وخان و غوران دیگر خیلی گپ میزنن. همکوسی من افرنگای تماما لهجهشون چی است؟ لهجهشون تماما دیگر است. یعنی که تاجیک‌های پیش به همین لهجه‌های زبان‌های سوختی گپ میزدن. نمونه سوختی ها مثلا حاضر در طرفی مثلا شمال تاجیکستان یغنابی ها هست. یغنابی ها تا حاضر و زبان خودشان گپ میزنن. زبان دری ما پسانتر آمیخته در یاد گیره. در آمیخته زبان‌های فارسی، عربی پیدا شد و سوختی به زبانی که محلی بود. زبان تاجیکی پیدا شد. امروز ما با اون زبان ناب چیکار میکنیم؟ گپ میزنیم. زبان‌هایی که مثلا سکای تا حاضر ماندن، اینها برای ما یک گویم که آثارخانه این که ما گذشته خودمون میبینیم، میفهمیم. یعنی که معنای آن نیست که گویم انا اون مردم در اونجا بودن و یا دیگر ملتن، نه. و یا هم چی هستن؟ تاجیک هستن. فهمیده؟ در خود یک روسیه 160 نمود ملت زندگی میکنن. جنجال دارن؟ جنجال ندارن. 160 ملت با قومه ملت زندگی میکنن. از همین لحاظ شما بدونید که در بدخشان تاجیک های اصیل چی زندگی میکنن. برای گفتن نمیشه که یگان رقابت، یگان مناسبت نادرستی داشته باشه. فقط اطلاعات در اونها هم سال آخر چی بود؟ کمتر رسیده بود. اکنون مفهوم پامیر نمیبینیم چی معنا داره؟ همش بدخشان است. در افغانستان بدخشان است، در خیتای بدخشان است، میدونید؟ در هندوستان هم بدخشان است، در پاکستان هم بدخشان است. یعنی چند تقسیمش کردن بدخشان هم. پامیر اکنون میگن که روس ها موندن، لیکن روس ها موندگی نیستن. این از کلمه پای مهره، نزدیک با آفتاب، پایگاه مهر. فهمیده؟ پامیر مراشد پایگاه مهر است. پیش تا مردم ما تا آمدن اسلام دینی یک دینی مهری داشتن، محبت. در اون آفتاب که یک سرچشمه همون مهر حساب میکردن. آفتاب انا از همین لحاظ میگفتن پای مهر، پایگاه چی؟
پایگاه مهر. بدونید شاگردای عزیز، بدونید که اگر شما در همین مسئله حرف نزنید، در همین مسئله گپ نزنید، در این مسئله اندیشه نکنید، در این مسئله دعا نکنید، در این مسئله فهمش نداشته باشید، وطن ما میتونه در خطر باشه. این دفعه ما این خطایی را نمیکنیم انشاء خدا که ما با بمانیم که با کسایی که میخواهند در همین تفریقه اندازن. ما بینید اول خواستن با ازبکستان، بعد خواستن با قرقیزستان، ما نشد. امروز دینا سفری پرزیدنت قرقیزستان با تاجیکستان بود. اکنون با چی را قپیدستن؟ با طرفی خود تاجیکستان میخواهند که میانش باش کنند. این شم انشاء خدا نمیشه. برای که برای مردم امروز بیدار شدگی، مردم امروز میفهمند که میگه که از همه کسی به تو زیان میرسونه که انسانی خوب نباشه، آدم نباشه، او به تو زیان بسیارتر میرسونه از اونی که یک بیگانه که بسیار چی هست، خوب است و با فهم است و برای هم نگاه کنید. دشمنا در همین بسیارش در همین اطراف ما و شما هستند. ما چشم خیرت اگر باز کنیم دشمن هم همون کسایی که مثلا ما تا دین را چیش میگفتیم، دوستش میگفتیم. برای همین اندیشتون را چخورتر کنید. من فکر میکنم که انشاء خدا تاجیکستان در این چیز یک خشتک میشود که ما در کندک سینمون زدن میتونیم بگوییم که من بدخشانیم، نوابسته از اون که از زرافشانم. من بدخشانیم نوابسته که من از رشتان زمینم. من بدخشانی نوابسته که من از ختلان و حصار و سغد و دیگر جایم. یعنی که این چیزا امروز شما چکار کنید؟ مستحکم کنید، بفهمید که آینده ما باید امن تنج باشد. چند خطرهای در اطراف ما است، اینها مهمترن که ما فکرمان در آن اندازیم که آن که مثلا خطر ما از درون حس کنیم. فهم شد؟ سوال دارید اوید به همین چیز؟